دشمن خارجی میزنه. دوباره اومدن و توی تلویزیون ما رو هموطن خطاب کردن. دوباره بی‌حجاب و محجبه رو آوردن تو تلویزیون، گفتن همه ما با همیم. هر بار ما رو هموطن صدا میکنن من دست و دلم میلرزه، چون فقط وقتیه که لازممون دارن. ما تو انتخابات هموطنیم، ما تو شرایط جنگی هموطنیم و بعد از اینکه این نیاز رد میشه میرسیم به شرایطی که میشیم اغتشاشگر، میرسیم به شرایطی که میشیم خس و خاشاک. یکی از دوستان چند روز پیش بهم گفتش که بعضت دوباره به زندگی عادی برمیگردیم. گفتن اگر منظورت از زندگی عادی زندگی تو تحریم، تو فشار اقتصادیه، تو اینه که سر گوشی جوون مردم رو تو خیابون بکشن، سر فیلتر و سانسور حقیقتش رو ما زندگی عادی اونقدر تجربه نکردیم. این همه سال به منت اینکه ما در مقابل دشمن خارجی داریم امنیت ایجاد میکنیم، اقتصاد بد رو تحمل کردیم، تحریم ها رو، همه این چیزهایی تحمل کردیم و الان فهمیدیم اون امنیت در مقابل دشمن خارجی هم که میفرمودید این همه مدت رو نداریم. مردم ایران وطن فروش نیستن، هیچ کس نمیتونه بهشون بگه وطن فروش. برای اینکه ایران رو آباد و آزاد یک روزی داشته باشیم باید ایرانی باقی مونده باشه.